ریاست جمهوری افغانستان حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل را محکوم کرده است. ارگ با نشر خبرنامه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که دشمنان مردم افغانستان به هدف ایجاد وحشت دست به چنین حملات میزنند. به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، در حمله انتحاری که حوالی ساعت 8 صبح امروز در ساحه پل محمود خان شهر کابل رخ داد، 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این حمله بالای یکی از وسایط امنیتی صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌های اول تیم‌های بررسی کننده ما که این گزارش‌ها قابل تغییر خواهد بود، 4 تن از افراد و اشخاص که در این ساحه بودند به شهادت رسیده و 13 نفر دیگر هم زخمی است. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است.